مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته و برنامه گذشته پیرامون سخنان سیدنا عثمان بن عفان و ارشادات سیدنا عثمان بن عفان اشاره نمودیم و همچنین پیرامون صفات خلقی سیدنا عثمان بن عفان اشاره شد. هدف از بیان سیرت این شخصیت ها به خاطر این نیست که ما فقط تنها بگوییم و بشنویم. هدف این هست که زندگی این بزرگان دین را ما بدانیم و بفهمیم و جامعه عمل بپوشیم. و الله سبحانه و تعالی وقتی در قرآن زندگی و قصص گذشتگان را به ما بیان می کند، هدف اینه که ما از گذشتگان باید پند و عبرت و اندرز بگیریم. و سیرت بزرگان دین هم وقتی گفته می شود، هدف از بیان مثلا در جلسه گذشته پیرامون سخنان سیدنا عثمان، پیرامون صفات سیدنا عثمان، وقتی ما گفتیم که سیدنا عثمان ملبس با این صفات بود، به صداقت و به امانت داری و به رحم و به شفقت و به عطوفت و به مهربانی و به زهد و به تقوا و بالاخره با اینها، باید این صفات در زندگی ما هم بیایه. الان بحث ما پیرامون عبادتی که سیدنا عثمان انجام میدادن و ترس و خشیت الهی که در قلب سیدنا عثمان قرار داشت. وقتی این عبادت را ما میشنویم که سیدنا عثمان چنین عبادتی داشتن و چنین ترسی از الله سبحانه و تعالی داشتن، ما باید به طریق اولا کوشش کنیم به عبادت و کوشش کنیم که ترس الهی و خشیت الهی در دلهای ما پیدا بشه و به وجود بیایه. عبادت سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه، وقتی ما در سیره این بزرگان داخل میشیم و میبینیم که سیدنا عثمان یکی از 10 مبشره هستند، کسی که الله سبحانه و تعالی وعده جنت برایشان داده و رسول صلی الله علیه و سلم برای سیدنا عثمان وعده جنت را داده و الله سبحانه و تعالی از سیدنا عثمان اظهار رضایت میکنه، ولی ببینیم که چگونه عبادتی داره، چگونه ترسی از الله سبحانه و تعالی در وجود سیدنا عثمان هست. از جمله کسانی که بسیار عبادت می کردن
یکی سیدنا عثمان ابن عفان. در روایات می آورد که سیدنا عثمان در وقت حج در کنار حجر الاسود کل قرآن را در یک رکعت نماز تلاوت می کرد. لحظه فکر کنیم من و شما، سیدنا عثمان در یک رکعت کل قرآن. این کار که تلاوت قرآن در نماز سیدنا عثمان میخواندن، حتی در بعض روایات می آورد که عادت سیدنا عثمان شده بود. الله اکبر. سیدنا عثمان کل قرآن را در نماز تلاوت می کنند. ولی امروز من و تو ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان چقدر روزانه قرآن تلاوت داریم؟ سیدنا عثمان میفرمایند هر انسانی که روزانه تلاوت قرآن نداشته باشد، در حقیقت در آن روز او انسان در زیان و در خسران به سر برده است. سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که منظور از این آیه مبارکه عثمان ابن عفان هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه. اینهایی که قیام شب دارن، اینهایی که سر به سجده گذاشتن، اینهایی که در سجده با الله خود راز و نیاز میکنن، اینهایی که امیدوار به رحمت پروردگار عالم به روز قیامت هستن، به روز آخرت هستن. بگو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا اونهایی که میدانن و اونهایی که نمیدانن برابر هستن؟ آیا اینهایی که اهل عبادتن و اونهایی که اهل عبادت نیستن برابرن؟ هرگیز. ابن عمر میفرماید که منظور از این آیه مبارکه عثمان ابن عفان هست. الله اکبر. چون سجده های طولانی سیدنا عثمان، عبادت های شبانی سیدنا عثمان، او گریه و تضرع و ناله و مناجاتی که سیدنا عثمان و پیشگاه الله سبحانه و تعالی داشتن. الله سبحانه و تعالی می فرمایه امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. و همچنین ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند که منظور از آیه 76 سوره نحل، آیه 76 سوره نحل که بیان میشه ضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء، الآیه، ابن عباس میفرمایند که منظور از این آیه مبارکه و مراد از این آیه مبارکه عثمان ابن عفان رضی الله عنه می باشد. در بعضی از روایات می آورد که سیدنا عثمان ابن عفان شب جمعه هر هفته شب جمعه تلاوت قرآن را از ابتدا آغاز می کردن و در شب پنجشنبه قرآن را ختم می کردن. وقتی کسی که قرآن را به یک رکعت نماز تلاوت کنه آیا در طول هفته برایش سخته؟ هرگیز. سروکار سیدنا عثمان با قرآن، شب و روز نظاره می کردن با قرآن، نگاه می کردن با قرآن، می خواندن، با زندگیشان با قرآن بود. و همچنین در بعضی اقوال و بعضی روایات بیان میکنه که بیشتر روزها سیدنا عثمان روزه بودن و بیشتر شبها
و یا اکثر شبها را به عبادت سپری می کردن. سبحان الله. سیدنا عثمان داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سیدنا عثمان شخصیتی که الله سبحانه و تعالی از او راضی است، شخصیتی که ملائکه از او حیا میکنن و باز هم به این قدر به عبادت، به این قدر توجه به طرف الله سبحانه و تعالی. ترس سیدنا عثمان بن عفان از الله سبحانه و تعالی، چگونه ترس داشتن، چقدر از الله می ترسیدن، به اینکه الله سبحانه و تعالی می فرمایه انما یخشى الله من عباده العلماء. در حقیقت اینها عالم بودن، در حقیقت اینها دانسته بودن، در حقیقت اینها معرفت الله سبحانه و تعالی را فهمیده بودن، در حقیقت اینها معنا و مفهوم این آیه را درست دانسته بودن که وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در حقیقت اینها دانسته بودن که این دنیا دار ابتلا و آزمایش هست، این دنیا جایی است که ما باید توشه آخرت برداریم. در حقیقت سیدنا عثمان بن عفان دانسته بودن که این دنیا سرای ترک است و آدم برای مرگ. خشیت و یا ترس سیدنا عثمان بن عفان از الله سبحانه و تعالی. چگونه ترس داشتن سیدنا عثمان، چقدر از الله می ترسیدن. سیدنا عثمان در بعضی از روایات می آورد که می فرمایند وقت من بمیرم و الله سبحانه و تعالی مرا در میان جنت و دوزخ قرار دهد و برایم بگوین که در اینجا انتظار بمان تا از تو حساب گرفته شود و من در آنجا منتظر بمانم به خاطر ابلاغ سرنوشتم، در آن لحظه از الله سبحانه و تعالی آرزو می کنم که در آن لحظه تبدیل به خاکستر شوم. الله اکبر، الله اکبر. عثمان که چنین بگوید وضعیت من و تو مسلمان چگونه خواهد بود؟ ادامه ترس و خشیت الهی که در دل سیدنا عثمان هست بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند
و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. از عبادت سیدنا عثمان بن عفان، از ترسی که در دل سیدنا عثمان بن عفان که چقدر از الله سبحانه و تعالی سیدنا عثمان می ترسید اشاره نمودیم. آیا لحظه فکر کردیم که سیدنا عثمان جان خود را در راه الله داد، مال خود را در راه الله داد، وقت خود را در راه الله داد، تمام زندگی خود را صرف راه الله و رسولش کرد؟ الله از سیدنا عثمان راضی است، رسول الله راضی است و رسول صلی الله علیه و سلم وعده جنت را برای سیدنا عثمان دادن. باز هم ببینید که این را میگن خوف الهی در دل، این را میگن خشیت الهی را در دل داشتن. تعبیر آیه مبارک انما یخشی الله من عباده العلماء، انما یخشی الله من عباده العلماء. علمای واقعی، علمای حقانی، علمایی که در حقیقت وارث پیامبر همچون سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه از الله چنین ترس در دل داره که اگر میگه در روز قیامت مرا نگه دارن، توقف بدن که ای عثمان این طرف جهنم است و این طرف جنت هست، اینجا انتظار بمان تا برای تو ابلاغ بشه و سرنوشت تو چگونه خواهد بود، در آن انتظار سیدنا عثمان میگه من آرزو میکنم که به خاکستر تبدیل شوم، چون میدانه وحشت قیامت را، میدانه صحنه های هولناک قیامت را، میدانه آن روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی چگونه روزی است. میدانه که آن روزی است که ان زلزله الساعه شیء عظیم. میدانه که آن روزی است که فاذا جاءت الصاخه فاذا جاءت الطامه. میدانه که در آن روز یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. الله اکبر. لحظه فکر کنید ای مسلمان، خواهرم، برادرم، همه ما باید لحظه فکر کنیم که سیدنا عثمان با همه عظمت و جایگاه و بزرگی که و قربی که به الله سبحانه و تعالی داره، باز هم در دل چنین خوف داره، چنین ترس داره که در روز قیامت لحظه ای اگر انتظار بمانه و برایش بگوین که اینجا انتظار بمان تا برای تو ابلاغ بشه سرنوشت تو، او میگوید من به آنجا انتظاری که دارم و یا تا به اون جایی که به من ابلاغ بشه من آرزو میکنم که خاکستر بشم و بالآخر تمام بشه کار. این نشانه های نزدیک بودن به الله سبحانه و تعالی، نشانه های قرب، نشانه منزلت،
نشانه که کسی که از الله سبحانه و تعالی بترسه رستگار میشه. این را میگن تقوای الهی، این را میگن خشیت الهی را در دل داشتن. انما یخشى الله من عباده العلماء. و همچنین در روایات میاره پیرامون خشیت و ترسی که سیدنا عثمان از الله سبحانه و تعالی داره. در روایات می آورد که سیدنا عثمان هنگامی که بر سر قبر می رسیدن و قبر را مشاهده می کردن، چنان گریه می کردن که ریش مبارک تر می شد، ریش مبارک خیس می شد. سیدنا عثمان پرسان کردن که شما هنگامی که بحث از جنت می شود، بحث از جهنم می شود، بحث از بالآخره از عذابهای گوناگونی که در حشر و در قیامت و اینها، شما اینقدر گریه نمی کنید، وقتی بر سر قبر می رسید چنان گریه می کنید که ریش مبارک شما تر میشه. سیدنا عثمان فرمودن این اولین منزل از منازل آخرت هست، اولین منزل هست. اگر در اینجا راحت بودید، اگر اینجا روضة من ریاض الجنه شد، همه عالم برزخ راحت هستید و در حشر راحت هستید و سرانجام وارد جنت الفردوس میشی. اما در این قبر تاریک، در این جای تنگ، در این جایی که رسول صلی الله علیه و سلم و سایر بندگان صالح الله سبحانه و تعالی دعا می کردن، حتی الله سبحانه و تعالی وقتی که الله اکبر الله اکبر، رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من عذاب القبر. بعضی اقوال آمده و من فتنة القبر و من وحشة القبر و من ضیق القبر. الله سبحانه و تعالی پیرامون قبر و پیرامون این عالم برزخ، حتی قضیه که اشاره میکنه یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. سیدنا عثمان وقتی بر سر این قبر می رسیدن چنان گریه می کردن که ریش مبارک تر می شد. حتی پرسان می کردن که یا امیر المؤمنین، شما از جمله عشره مبشره هستید، الله برای شما وعده جنت داده، رسول صلی الله علیه و سلم به شما وعده جنت دادن، چرا اینقدر گریه می کنید؟ سیدنا عثمان می فرمودن در قبر انسان تنها هست، فقط خودش هست به اعمال انسان. برای من وعده جنت داده شده ولی نمیدانم با قبر با من چگونه معامله می شود. یا رب یا رب، اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن وحشة القبر ومن ضيق القبر. خدایا به تو پناه می جوییم از عذاب قبر، از وحشت قبر، از تاریکی قبر، از تنگی قبر. پروردگارا قبور همه اموات ما را روضة من ریاض الجنه بگردان. پروردگارا هر وقت که ما را از دنیا میبرید با ایمان کامل ببر و قبر ما را و قبور ما، همه بینندگان عزیز و گرامی که وقتی از دنیا می رویم، بار اله پروردگارا قبور همه مسلمین را، مؤمنین را روضة من ریاض الجنه بگردان. و همچنین در روایات دیگر
می آورد که زمانی که سیدنا عثمان رضی الله عنه به یاد آخرت می افتادن، از ترس با خود می لرزیدن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اکبر. سیدنا عثمان بحث آخرت میایه میلرزه. سیدنا عثمان سر قبر میرسه گریه میکنه که ریش مبارک تر میشه. سیدنا عثمان میگه اگر من بین جنت و بین دوزخ بمانم تا برای من ابلاغ بشه، آرزو میکنم که خاکستر شوم. سیدنا عثمانی که جامی قرآن هست، حافظ قرآن هست، شهید قرآن هست. سیدنا عثمانی که الله از او راضی است. اینها عزیزان و بزرگواران، بینندگان عزیز و گرامی، خواهران و برادران، برای ما درس هست، برای ما ابلاغ هست. برای من و تو ای مسلمان وقتی بحث از آخرت می شود، من و تو چقدر متوجه آخرت می شویم؟ چقدر تلاوت قرآن داریم؟ وقتی در قبرستان می رویم چی حالتی به ما دست میده؟ متاسفانه که بعضی انسان ها رو می بینیم حتی مسائل آخرت، مسائل پیش پا افتاده نعوذ بالله، و شاید خیلی از مسائل هم به شوخی و بالاخره به مزاح و به اینها از کنار این مسائل اخروی بگذرن. یا در جای بحث آخرت میشه میبینیم اشخاص در حال خنده و در حال مزاح. میبینیم سر قبرستان بعضی انسان ها هنوز بحث دنیا را داره، هنوز مسائل دنیا را مطرح میکنه، هنوز بحث حب دنیا، این دنیای فریبنده را مطرح میکنه. لحظه با خود بیاییم، لحظه زندگی این بزرگان دین همچون عثمان ابن عفان را مطالعه کنیم. عثمانی که به یک شب به یک رکعت نماز قرآن را تلاوت می کند. عثمانی که روز در صیام هست و شب در قیام. عثمانی که چنان با قرآن انس گرفته بود که همیشه قرآن را به آغوش داشت که هر وقت او را می دیدن می گفتن که این آمد همراه قرآن، صاحب قرآن و رفیق قرآن و مونس قرآن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که راه این بزرگان دین را، صفات این بزرگان دین را در زندگی خود، در اعمال خود، زهد این بزرگان، تقوای این بزرگان، سخاوت و شهامت و غیرت و همت و علم و فقاهت و دانشمندی این بزرگان تلاش کنیم که در زندگی ما بیایه. تلاش کنیم که همونطوری که عثمان ابن عفان چنان زندگی کرد که الله از او راضی شد، رسول الله از او راضی شد. 1.5 سال هست که مؤمنین، مسلمین وقت نام عثمان ابن عفان را به زبان میآورن بدون رضی الله عنه و رضوا عنه از کنارش نمیگذرن. الله به ما توفیق بده که ما حقیقت خود را بدانیم و بشناسیم و بفهمیم که الله ما را در این دنیا آورده تا عبادت او را انجام بدهیم و تا اینکه او را از خود راضی کنیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
جن و انس آفریده نشده مگر اینکه به خاطر عبادت و به خاطر معرفت الله سبحانه و تعالی و به خاطر اینکه بدانه و بفهمه که من دارای چی جایگاه و چی ارزشی هستم. پروردگار عالم بر ما توفیق بده که او عباداتی که سیدنا عثمان و او خشیت و خوفی که سیدنا عثمان از الله داشت، ما هم در دل این خشیت و این خوف را احیا بداریم و زنده کنیم و از الله سبحانه و تعالی همیشه فرمان او را بجاه کنیم، امرش را بجاه کنیم، نواهیش را ترک کنیم تا از ما راضی بشه. تا برنامه بعد که باز هم پیرامون شخصیت سیدنا عثمان ابن عفان هست، همه شما بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.